ارتش آمریکا اعلام کرد که بار سوم با هدف دفاع از خود به پایگاه‌های ایران ضربه زده است. در پاسخ به این، نیروهای ایران روز 1 ایون به کویت، یک همپیمان اساسی آمریکا در خلیج فارس، با موشک و پهپادها حمله کردند. فرمانده مرکزی نیروهای آمریکا در بیانیه گفت آخری هفته گذشته با هدف حمایت از خود به پایگاه‌های راداری و مرکزهای فرماندهی و اداره درون‌های ایران در منطقه گاروک و جزیره قشم ضربه‌های هوایی زد. ضربه ها حداقل سومین حمله آمریکا به هدفهای ایران بعد از اعلان آتش بس در اولین ماه اپریل است. تنش‌های نو در زمانی است که مقامات آمریکا و ایران برای تمدید آتش بس به یکدیگر پیشنهاد فرستاده موضوع باز کردن گلوگاه هرمز و از بین برداشتن محاصره بندرهای ایران را بررسی می‌کنند. نظامیان آمریکا گفتند که حمله ها پاسخ به عملکردهای ایران در روزهای شنبه و یکشنبه بود که یک پهپاد آمریکایی را نابود کرده است. در بیانیه آمده است ضربه ها در جواب به حرکت های خشن و پیوسته ایران از جمله سرنگون کردن پهپاد MQ-1 آمریکا در فضای آبهای بین المللی بود. در بیانیه آمده است هواپیماهای آمریکایی در پاسخ سیستم‌های دفاعی هوایی ایران یک پایگاه نظارت زمینی و 2 پهپاد قاتل را که خطر آشکاری برای کشتیرانی در منطقه بودند نابود کردند. رسانه‌های دولتی ایران از قبل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشتند که نیروهای آنها یک پایگاه هوایی را که آمریکا از آنجا برای حمله‌های آخر استفاده کرد هدف قرار دادند، ولی نام پایگاه و آن کشور را نگفتند. در عین زمان ارتش کویت خبر داد که سیستم‌های دفاعی با حمله‌های موشکی و پهپادهای دشمن روبرو شدند و در سراسر این کشور بانگ خطر به گوش رسیده است. کویت نگفت که موشک‌ها از ایران آمدند یا نه، ولی این کشور خرد از این پیش هم بارها مورد حمله‌های جوابی تهران قرار گرفته است. ایران میگوید حمله‌های آمریکا به خاک کشور از خاک کویت صورت می‌گیرد. نیروهای ایالات متحده روز 7 می نیز بعد از حمله‌های موشکی و پهپادی ایران به کشتی‌های نظامی آمریکا به پایگاه‌های ایران ضربه زده بودند. همچنین روزهای 25 و 27 و 28 می به ضد پایگاه‌های موشکی، قایق‌های مینه‌گذار و دیگر هدف‌های نظامی که به گفته واشنگتن برای نیروهای آمریکا و کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز تهدید می‌کردند، حمله‌ها انجام داده بودند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که بر اساس طرح پیشنهادی او برای آتش بس، تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی روز 31 می تصدیق کرد که گفت و شنودها ادامه دارند، اما در مورد حدس و گمانها هشدار داد و گفت تهران نمیتواند تا زمانی به دست آمدن نتیجه نهایی و روشن روند مذاکرات را ارزیابی کند. مذاکره کنندگان آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر درباره چند پیشنهاد رد و بدل کردند. روزنامه نیویورک تایمز و وبسایت اکسیوس روز 30 می گزارش دادند که دونالد ترامپ طرح نوی سازش را با شرط‌های سخت‌تر به تهران بازپس فرستاده است.